شرکت هوایی سومون ایر امروز با نشر یک اعلان به شهروندان تاجیکستان در روسیه مراجعت کرده گفته است از قلابان احتیاط باشند. این شرکت به مهاجران خاطر نشان نموده است که آخرین پرواز هواپیمای سومون ایر از دوشنبه به مسکو و برعکس روز 24 مارس بود. پرواز نوبتی کی می شود هنوز معلوم نیست. در این باره همکارم میرزانبی خالقزاد تفصیلات بیشتر دارد و حالا با ما در استودیو است. میرزانبی سلام، خوب میتوانید بگویید شرکت سومون ایر در مراجعتش دقیقاً چی گفت؟ سلام شهلا. مسئولان شرکت سومون ایر در مراجعت به شهروندانی که خط سرهای مخصوص را از مسکو به سمت دوشنبه انتظارند گفته است قلابانی پیدا شدند که با استفاده از وضعیت به عمل آمده طریق اینترنت خریداری چپته های هواپیمایی را به خط سرهای موجود نبوده پیشنهاد می‌دارند. این شرکت هشدار داده است که مهاجران هوشیار باشند و به این دام نیفتند. شرکت سومون ایر همزمان یادآور شده است که طبق دستور اگنتی اویاسیون گرجدانی تاجیکستان جهت پیشگیری از پنجشنبه بیماری کرونا ویروس شرکت هواپیمایی سومون ایر از 20 مارس سال روان اجرای خط‌سرهای منتظم بین المللی را از تاجیکستان قطع نمود. سنه‌های 20، 22 و 24 مارس شرکت هواپیمایی 3 خط سیر مخصوص را از دوشنبه به مسکو و از مسکو به دوشنبه اجرا نمود. آید به خط سیرهای مخصوص احتمالی شرکت هواپیمایی قبلا خودش اطلاع می‌دهد. خب طوری می‌بینیم اگر از یک سو بند ماندن مهاجران در روسیه باعث ناراحتی آنها شده باشد، طول یک هفته اخیر باز مسئله دیگر یعنی پرداخت پول پاتنت در شرایط کارانتین آنها را نگران کرده است. به ویژه بعد آنکه باز دیروز ولادیمیر پوتین رهبر روسیه روزهای غیرکاری را تا 30 اپریل دراز کرد. آیا در این باره چیزی گفته میتوانید میرزانبی؟ بله شالا، دقیقاً، زیرا به فرق از شهروندان روسیه که در این مدت جای کار و معاششان حفظ می شود، مهاجران عملاً بیکار و بی پول میمانند و اینها میگویند که برای سپردن پاتنت مبلغ نخواهند داشت. از این خاطر مهاجران خواهش دارند که در این وضعیت مشکلات به نظر گرفته شود. امروز رئیس فدراسیون مهاجران روسیه وادیم کوژانوف به نخست وزیر روسیه مراجعت نموده خواهش کرده است که تا انجام دوره کارانتین پرداخت پاتنت پول را بیکار کند. با مراجعت وادیم کوژانوف صدها مهاجران کاری و شهروندان خارجی هم‌آوازی کردند. وادیم کوژانوف میگوید که مهاجران کاری در حیات اجتماعی روسیه سهمی مهم میگذارند و به بودجه این کشور دقت کنید از حساب آنها 60 میلیارد روبل وارد کرده می شود. این که شوخی نیست. و در مراجعت نامه‌اش ذکر کرده است که حالا این مهاجران کاری گروگان چنین وضعیت شده و تا انجام تعطیل اسیر چنین حالت شدند. همه راه‌ها برایشان بسته شده با کمک و دستگیری نیازمند هستند. ضمناً سفیر تاجیکستان در روسیه نیز در صحبت با خبرگزاری از پیلوس گفته است که حالا یک پیشنهادی را آماده دارند که مهاجران کاری مثل اداره‌های روسیه و دیگر اندازسپارندگان از پرداخت انداز و پاتنت در دوره تعطیل آزاد کرده شوند. خب سپاس برای صحبت و منتظر میمانیم که تا کجا این پیشنهادها از سوی حکومت پذیرفته میشوند. در حالت به دست آمدن اطلاع نو حتما شما بینندگان عزیز را در جریان خواهیم گذاشت.